اینم از این. بازم یه دونه انگشتر دیگه زدم تو خط انگشتر و این طرح ماره. میبینید؟ این هم باحال از زیادی گنده است. بذار بپوشم. اینو خیلی براش چیز داشتم. دوست داشتم بیاد بپوشمش. تونستم بکنم روح. اما خیلی خوشگله. ببینید؟ داری میبینید؟ خیلی گنده است اما خیلی خوشگله. کیفیتش هم اونقدر بد به نظر نمیاد. فقط من این رنگای زرد و واسه همه نقطه گرفتم چون اکسسوریاش رنگای زردش حس میکنم بعد از اینکه یکی دوبار پوشیدی دیگه رنگش کدر میشه میره. و البته حقم داره. خب قیمت اکسسوریاش واقعا پایینه. این یه دونه از این دستبنده گرفتم که آویز داره. ببینید خیلی خوشگله. خیلی خوشگله. من خیلی دستبند دوست دارم. اینم بازم دستبنده. بعد اینم بازم از این دستبند هست که بیلیدک داره. بعد بریم سراغ اینم یه دونه کاور موبایله. کارش کنم. این برخونمه برای موبایل آینده. اینقدر فکر نمی‌کردم اینقدر چیز میزام زیاد باشه. واقعا فکرشو نمی‌کردم. بعد اینم یه دونه دیگه کاوره. این کاور گوبه کیف. خیلی خوشگلن. بعد دیگه چی داریم؟ نگو بابا بیا غذا بخور. ترسیدم. اینی که الان شنیدید ببین الان تو شوکم. من الان ترسیدم یا گفتم چی شد پشت سرم کسی اینجا نیست. خب اونی که گفتم اون واسه اینکه فلفل بیاد غذاشو بخوره روش صدا گذاشتم که به غذاشو بخوره. تایم غذاشه. یعنی من شوک شدم. خداشی انتظار نداشتم یهو چیزی بشه. خب چرا انقدر کوچیکه؟ من مثلا اومدم کیف چیز گرفتم. مثلا کیف مجلسی گرفتم. بعد اینقدر کوچیکه اما خوشگله. نه دارم میدرخشه. فکر کردم از این نگینو دارم ولی نگین نداره. اما خب بازم خیلی خوشگل داره. میدرخشه داره میدرخشه. این میدونه از این کیف هاست که بندش کوتاه. بعد جدیدم مود شده میدونمش. بد نیست. ببین واقعا انتظار داشتم کیفیت بهتری داشته باشه. یه دونه شال گرفتم. ببین بد نیست. خوبه. خیلی سبکه اما اصلا خیلی نازکه. ولی خب شاید اونقدر نازک نیست. نمیدونم. ببین شالای شیعه یا خیلی نازکه یا خیلی کلوفته. اصلا هیچ حد وسطی نداره هیچ بر. این که اون است. اینم جورابه. معمولا جوراباش کیفیتش خوبه و اینجوریه که توی این بسته‌بندی ها مثلا 5 تا میاد، 8 تا میاد، 10 تا میاد. با کیفیت خوب میاد اکثرا. صدای من واقعا خیلی صدام بد شده. اینم یه دونه کاوره. نمیدونم پروانه‌اشو می‌بینید یا نه.
اینم یه دونه دیگه از اون چیزا. اینم یه دونه کمربنده که بازم طرح مار گرفتم. حالا چیزی که عجیبه اینه من خیلی از مار بدم میاد. یه انگشتر گرفتم طرح مار، یه کمربند گرفتم طرح مار. بعد میرسیم قسمت اصلی، کفش خوشگلم. خیلی براش ذوق داشتم. اینه خیلی خوشگله ها. چجوریه؟ نظرتون چیه؟ خودم خیلی براش ذوق داشتم. امیدوارم که سایزش خوب باشه. لباس اینم خیلی شوق و ذوق داشتم، برسه به دستم. خیلی خوشگله ولی نمیدونم چرا انقدر سنگینه. جنسش مخمله. بعد این صدای فلفل رو میشنوین پشت در الان داره میپره که در رو باز کنه ولی من در رو قفل کردم. بعد این از اوناست که ایناش دور پا اینجوری میچرخه. اینم خیلی خوش آمدش. خوشحال شدم. اینم دوست داشتم. شلوار گرفتم که من سایزش اوکی باشه. فکر میکنم مثلا بزرگ باشه. خیلی سنگینه. نمیدونم اما خیلی خوشگل به نظر میاد. دیگه اینا رو باید بعدا حتما بپوشم ببینم که سایزش اوکی برم یا نه. اینا رو راستی یادم رفت بگم که شین تا 15 روز میتونی که برگردونی. سایزت نبود بهشون میگی که مثلا این سایزم نبود یا از این خوشم نیومد یا هر چیزی برات میان میبرنش. حالا اگه که نه دیگه اگه با کارت پرداخت کردی بعد دیگه بعد از چند روز اون هزینه برمیگرده به کارتت و یه سری چیزا رو نمیشه برگردون. فکر میکنم مثل لوازم آرایشی و اینجور چیزا رو نمیشه برگردوند، نمیشه پس داد. بعد یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم هزینه شیپینگش اگه که بالای 150 درهم باشه خریده فری میشه. و یکی از خوبیایی که شین داره اینه که اکثر اوقات یک کد تخفیف داره. حالا بعضی وقتا 18%، بعضی وقتا 20%، بعضی وقتا 25%. و یه چیز دیگه هم که هست اگه که با کارت پرداخت کنی در آخر بازم 5% دیگه بهتون تخفیف میدن. خب اینو واقعا فکر کردم پارچه‌اش ساتنه ولی نیست و حتی رنگش هم فرق داشته وقتی که داشتم میگرفتم. این هم یه دون شلوار دیگه گرفتم. از این مدلی ها این هم بازار این همونه که گفتم پارچه‌اش رو دوست داشتم، یعنی انتظار داشتم که یه چیز باشه اما این خیلی خوش رنگه ولی خیلی باشه ببر. نمیدونم چرا انقدر سایز بزرگ گرفتم. این هم یه دونه از این هم که سیاه نیست. از اینا گرفتم آستین بلند، فکر کردم سیاهه ولی انگار سبز تیره است. شما متوجه میشین یا توی دوربین شاید سیاه باشه، نمیدونم. بعد دیگه یه دونم
از اون سفیدشو گرفتم ولی آستین کوتاهشو ببینم از این کوتاه گرفتم. چقدرم سنگینه. خیلی بزرگه یا خدا. و آخرین چیزم یه دونه کفش سفید گرفتم بهتون نشون بدم. اینم از کفش سفیدم، خیلی سبکه. معمولا کفش شیرین خیلی سبکه، خیلی. و خیلی هم کفشاشو دوست دارم چون تنوع خیلی زیادی داره. همین دیگه، امیدوارم که ویدیوی امروز رو دوست داشته باشین و خریدامو هم دوست داشته باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.